پس الان قشنگترین زمان هست که رها باشی، انرژی جذب کنی. وقتی انرژی رو جذب میکنی، اینجا دریچه ها بازه، انرژی خالص داره به جریان میفته. شما میتونی اون انرژی ها رو که دریچه پورتالی بازه، بتونی اون انرژی ها رو تبدیل کنی. با رها بودنت تبدیل میکنی به عشق، بدون رهایی تبدیل میکنی به ترس. شما بین ترس و عشق هستی، یا میتونی ترس رو به عشق تبدیل کنی، یا عشق رو میتونی به ترس تبدیل کنی. دو تا بیشتر نداره، دو تا بازیه کلا. دو تا جریانه، دو تا جریان داریم، انرژی منفی و انرژی مثبت. یعنی کل هستی داره بین این دو تا حرکت میکنه، یعنی این دو تا به هم وصلن. اگه اینا از هم جدا بشن، یعنی جهان ماهیت نداره. پس همیشه یک نیمت تاریکه، یک نیمت نوره. پس نیمه تاریکیت رو به نقطه صفر رسون. یعنی نظر افکار کنترلت کنه، ازت انرژی بگیره. یعنی اگه اتفاقات بزرگم میفته وقتی تو خودت به نقطه صفر رسوندی اون افکارهات رو، یعنی بهش سکوت دادی به ذهنت، اینجا بازی دست توه. اینجا بازی به طبق تو حرکت میکنه. یعنی دنیای بیرون به طبق شعور و آگاهی تو حرکت میکنه. یعنی وقتی به سطح آگاهی بالا میرسی، اینجا وقتی بالا نشستی، اینجا هرچی تفکر میکنی به طبق تفکر تو داره جریان میفته.